سلام، من دکتر کاظم‌زاده هستم. در این برش آموزشی میخوایم با ابزار شفقت عزت نفس فرزندمون رو تقویت کنیم. خیلی میتونه مفید باشه. در خدمت شما هستم. ازتون میخوام که همین الان یه برنامه‌ریزی بکنید که بعد از این فایل آموزشی حتما نظراتتون رو برام بنویسین. حتما بعد از اینکه این تکنیکایی که بهتون آموزش دادم یاد گرفتین رو با فرزندتون اجرا بکنید و نتایجش رو تا 3 روز بعد از بارگذاری این فیلم در این کانال یوتیوبی بنویسید. من به تناسب نتایجی که شما به من گزارش دادید قطعه بعدی رو آموزش میدم که بدونید ادامه فرایند آموزش رو باید چجوری پیش ببرید. پس ازتون میخوام این آموزش رو با دقت گوش بدید. دوستان من، عزت نفس چیزیه که در وجود فرزند ما اگر رشد پیدا بکنه بسیاری از رفتارهای اشتباه، تصمیم گیری های غلط، بی انگیزه‌ای ها، از این شاخه به اون شاخه پریدن ها، همینطوری الکی ارتباط برقرار کردن ها یا از بین بردن ارتباط های خوب دیگه اتفاق نمیافته. یه خمیرمایه ارزشمند برای رشد و شکوفایی. و من و توی پدر مادر و درمانگر آموزش دهنده خیلی خوبه که بلد باشیم عزت نفس رو تو وجود فرزندمون رشد بدیم یا اگر عزت نفس آسیب دیده ترمیمش کنیم. برای ترمیم عزت نفس آسیب دیده ما باید اول تشخیص بدیم فرزند ما نیاز به چه عنوانهایی داره، نیاز به چه رسیدگی داره. یه موقع هست فرزند من هی میاد میگه من دوست داشتنی نیستم، دیگران منو نمیخوان، فلانی از من بدش میاد، فلانی میخواد من اصلا کلا نباشم، ببین فلان گروه تشکیل شد منو دعوت نکردن، من اصلا برای دوستام جذاب نیستم، من اصلا مورد پسند شما به عنوان پدر مادر نیستم. اگر توهم دوست نداشتنی بودن برای بچه ها به وجود اومد، شما میتونید با تقویت شفقت در وجودشون این توهم رو از بین ببرید و این قسمت آسیب دیده از عزت نفس رو ترمیم کنید. ببینید این نکته مهمیه که شما باید ببینید کدوم قسمت از عزت نفس آسیب دیده تا بتونید با روش درست ترمیمش کنید. خیلی مهمه. خب کاظم، من بچم این حرفا رو میزنه، تا کجاش طبیعیه؟ تا اون موقعیتی که اینو میگه بعدش یه مطالبه ای داره یا حرفو بدون عرق ریزان و برون ریزی هیجانی عوض میکنه. خیلی از بچه ها تو برش های متفاوت سنی این حرفا رو میزنن، اشکالی هم نداره، طبیعیه. کجا باید من و توی پدر مادر یا درمانگر حساس بشیم؟ اونجایی که بچه واقعا فوکس میکنه روی این موضوع و شروع میکنه به هم ریختگی های هیجانی نشون دادن. وقتی به هم ریختگی هیجانی نشون میده دیگه موضوع جدیه. اینجا تو باید همدلی کنی، هیچ کاری نباید بکنی، نباید شروع کنی تکنیکای شفقت و آموزش دادن ها و توی آخ کاظم خدا پدرتو بیامرزه اینو تو به ما یاد دادی الان با شروع کنم نه، غلطه. تکنیکای شفقت رو اون موقعی که در یک سیستم روانشناختی خونسا و متعادله باید اجرا کنید، نه الان باهاش همدلی میکنید، یه ذره آروم میشه، بهش یه پیشنهادهای رشد دهنده و دوست داشتنی ارائه میدید که جو عوض بشه. بعد از اینکه فرآیند همدلی تموم شد بعد میرید حالا سراغ موضوع بحث اصلیتون که ترمیم عزت نفس. 4 تا کار اصلی رو ما باید با بچه‌مون انجام بدیم. یه زمینه‌هایی مرور کنیم، یه زمینه‌هایی رو ایجاد کنیم تا فرزند من یاد یه سری از مهربانی‌های خودش به خودش بیفته. این مهمه. برای خودش چه کمک رسانی‌هایی انجام داده، برای خودش چی کار کرده، کجاها چه کاری کرده که خودش حالش خیلی خوب شده. این دسته اول. حالا یا صحبت بکنیم یا سوال کنیم یا بریم از اون جریان یه چیزی که این موضوع رو یادش میندازه بیاریم راجع به اون موضوع صحبت بکنیم یا اصلا بیایم با همدیگه بیایم بریم بگردیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم، چجوری این موضوع رو برای خودمون مرور کنیم. این دسته اول. دسته دوم عین همین کارا راجع به مهربانی که فرزند من درباره دیگران انجام داده و چقدر خوبه این دیگران متنوع باشن، فقط یه نفر نباشه. راجع به باباش، راجع به خواهر برادرش، راجع به دوستاش، همکلاسیاش، همگروهیاش، هر چقدر متنوع تر باشه بهتره. رفتارهای خوب حالساز فرزند من برای بدحالی دیگران رو براش مرور کنیم.
محور سوم بهش بگیم دخترم پسرم بیا مترصد بشیم، منتظر بشیم، ببینیم یه زمانی اگر حال خودت بد شد یا حال یه کسی بد شد چی کار میکنی که خوب حال بشی یا خوب حال بشه. یعنی ببین ما یه مرور رفتارهای خوب حال ساز داریم، یه تعیین رفتار همدلانه خوب حال ساز داریم تو زیر مجموعه شفقت. چی کار میکنی دخترم؟ اگر دوستت تو مدرسه یه روز حالش بد بود، دوستای دیگهش مسخرش کرده بودن، تو به عنوان یه دوست مهربون و همدل چیکار میکنی که حالش خوب بشه؟ اگه یه روزی خودت دلت شکست، تمرین انجام دادی تو مدرسه ارائه دادی ولی معلم آنچنان که باید و شاید عکس العمل انگیزه بخش خوبی ارائه نداد، دلت شکست، داشتی انگیزه رو از دست میدادی، حس دوست نداشتنی بودن تجربه کردی اونجا، حس دیده نشدن و مورد توجه قرار نگرفتن تجربه کردی، چیکار میکنی که حالت خوب بشه؟ خودت سلف هلپینگت به خودت چیه؟ این خیلی برای بچه ها کمک کننده است. وقتی این گفتگو رو باش انجام دادیم اصلا رصد نکنید که انجام میده یا انجام نمیده، مهم اینه که تو این گفتگو رو انجام میدی. سوال کاظم زاده، من این سوالو از بچه‌م میپرسم همینطوری با میسه بر نگاه میکنه، اشکالی نداره. ببین پس عکس العمل انجام این تکنیک این شد که اون وای میسه بر به تو نگاه میکنه، که حالا بهت خواهم گفت، یه دیاگرامی هم براتون آماده کردم باهاتون به اشتراک خواهم گذاشت. تکنیک چهارم، این تکنیک چهارم از سه تا تکنیک قبلی مهمتره، اما اگر تکنیک های اول و دوم سوم اجرا نکنید تکنیک چهارم نتیجه نمیده. بهش میگن تحلیل رفتار بد دیگران با رویکرد شفقت. چی کار میکنیم؟ میایم میشینیم راجع به یکی از بدرفتاری های بچه‌مون با یکی از بچه های دیگه باهاش گفتگو میکنیم. مثلا هومن جان، آزیتا جان، دیروز نه پریروز که با دوستت داشتی صحبت میکردی و بازی میکردین، دیدم که با هم دیگه یه مشاجره رو تجربه کردین و تو اون مشاجره حرفای ناراحت کننده ای به دوستت زدی. ازت یه سوال میکنم، اون موقع تصمیمت این بود که دوستتو خورد کنی؟ تصمیمت این بود که یه چیزی بهش بگی که تا انتهایی ترین نقطه وجودش بسوزه و تا ابد یادش بمونه؟ تصمیمت این بود یه کاری کنی که دوستیتون تموم شه و به انتها برسه؟ تصمیمت این بود که تمام دشمنی و احساس بد و تنفر خودتو به این آدم نشون بدی؟ این سوالا رو از بچه‌تون بپرسید. اینا سوالایی که انرایت در دستورالعمل شفقت ارائه داده، خیلی کمک کننده است. عموما بچه‌ها میگن نه بابا من نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته، جو گرفتتم ماما، یا اصلا هر جواب دیگه ای میده، اشکالی نداره. خب اینجا وقتی بچه اینطوری رفتار خودش رو ماسمالی میکنه به اصطلاح و نورمالایز میکنه به اصطلاح علمی، اینجا باید بگی ببین تو دیروز نه پیروز توی مشاجره حرفای بدی به دوستت زدی، ولی الان که داری نگاه میکنی میبینی خیلی هم نیت بدی نداشتی، قصد و غرض خیلی هوشمندانه و هوشیارانه ای نداشتی، اون لحظه نتونستی احساسات خودتو کنترل کنی، یه سری چیزایی که نباید میگفتی و گفتی، درسته؟ بعد بچه تو میگه آره. بگو خب ببین یه سری از رفتارهای دوست نداشتنی و آزاردهنده دوستای تو هم همین طوریه، ولی تو وقتی تو تنهایی خودت برداشت میکنی و ادراک میکنی و میخوای تحلیل کنی، فکر میکنی اون کاملا هدف داره، اون میخواد واقعا تو رو نابود کنه، میخواد دوستیتون رو از بین ببره، میخواد یه دق و دلی تو دیجاج کنه که تا ابد بمونه، در صورتی که اینطوری نیست. همینطوری که تو این هدف رو نداشتی، تو اون بدحالی، اون بدحالی برای طرف مقابل ایجاد شد ولی تو همچین هدفی نداشتی که اینقدر آسیب جدی ایجاد کنی. دوستت هم همچین هدفی نداره، قبول داری؟ این میشه چهارمین تکنیک. پس ببین نگاه میکنیم میبینیم بچه احساس دوست نداشتنی بودن داره، میایم 4 تا تکنیک از بوم شفقت رو باش کار میکنیم تو زیر مجموعه تقویت عزت نفس. خب وقتی این 4 تا تکنیک رو اجرا کردیم، حالا باید بیایم ببینیم فرزند من چجوری عکس العمل نشون میده. معمولا بچه ها عکس العملشون در 4 دسته طبقه بندی میشه. هر کدوم از این دسته ها یه عکس العمل و یه همراهی کاملا متناسب نیاز داره که من خیلی دوست دارم و انگیزه درونی دارم که اینا رو هم به شما آموزش بدم. پس ازتون دوباره میخوام این 4 تا تکنیک رو با فرزندتون اجرا بکنید. تا 3 روز فرصت دارید که نتیجه
انجام این تکنیک رو با فرزندانتون به من گزارش بنویسید. من کامنت های شما رو میخونم، بر اساس کامنت های شما برش بعدی آموزش رو براتون آماده میکنم که اگر فرزند شما این کار رو انجام داد اینطوری عکس العمل نشون بدید، اگه این یکی کار رو انجام داد اینطوری همراهی بکنید. اینطوری پله پله ترمیم عزت نفس و تقویت عزت نفس رو با هم دیگه یاد میگیریم و برای فرزندمون یه کار خیلی بزرگ میکنیم. میدونید اگه عزت نفس رو رسیدگی نکنید چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از ناگواری‌های شخصیتی و رفتاری در بزرگسالی بروز میکنه که وقتی فرزندت به بزرگسالی میرسه دیگه زورش نمیرسه اون رفتارها رو درست کنه. چرا؟ چون این رفتارها خیلی تکرار شونده و ریشه دار در گذشته دور، یعنی دوران کودکی و نوجوانی داره که دیگه بچه تو زورش نمیرسه بره این همه این ریشه ها رو از بین ببره و دونه بدونه به قوله حالا دندون پزشکا اندو کنه، ریشه کشی یا ریشه کشی کنه. پس از همین الان یه کاری بکنیم که مشکلاتی که الان خیلی کوچیکه، اشکالاتی که شاید الان با یه مداخله 10 دقیقه‌ای و یه حواس جمع 15 دقیقه‌ای میتونی رفعش کنی، رو دوش بچه‌هامون نمونه برای آینده. آینده به اندازه خودش مسائل قابل رسیدگی داره. ما از الان مشکلاتی رو نگه نداریم رو دوش بچه‌هامون برای آینده. نکته مهمی بود پدر مادرها. امیدوارم براتون مفید و قابل استفاده باشه. از اینکه سابسکرایب میکنید، از اینکه این فایل آموزشی رو به دیگران پیشنهاد میدید و از اینکه نظراتتون رو با من به اشتراک میذارید ازتون سپاسگزارم. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم، روانشناس، و در این برش‌های آموزشی داریم به نکته‌های علمی فرزندپروری میپردازیم. این نکته‌های علمی تو زیر مجموعه عزت نفس بود که خدمتتون تقدیم کردم. موفق و پیروز باشید.